خیلی خوب، درس ما و شما در مورد interVLAN routing using layer 3 switches هست. ما دو موردی که در گذشته در رابطه با interVLAN خواندیم، یکی legacy interVLAN routing بود، یکی هم راوتر آن استیک. صحیح؟ که اینا رو شما حتما انشالله به خاطر دارین. ما یک بار سلایدی که حالا در اختیار ما شما هستی رو مرور میکنم، بعد میریم کار لابراتواریش هم شروع میکنیم. بسیار خوب. یادتان است که گفتم لیر 3 سویچ به خاطر چی میگن؟ به خاطر اینکه سویچ های ما شما داریم که میتونه جایگاه راوتر به هر حال اشغال بکنه، بگیره و به جای راوتر هم ازش استفاده شود. و امروز در کار لابراتواری عملا شما میبینین که انشالله ما میتونیم یک سویچ لایه 2 را تبدیل بکنیم به یک راوتر، تبدیل بکنیم به یک سویچ لایه 3 با کماندی که حالا در اونجا وارد میکنیم و کانفیگریشن خاصی که لازم داره. خب و اما یک چیز کلی خدمت شما عرض بکنم. ببینید وقتی میگیم لیر 3 سویچ به این معنا نیست که ما سافتویری یک چیز تغییرات بیاریم در سویچ های لایه 3 وقتی میگن به خاطر معلوماتتان میگم به خاطر از اینست که دقیقاً مثل ازی است که شما یک سویچ دارین و یک راوتر جداگانه دارین، راوتر هم میارین اینتگریت میکنین در داخل سویچ قرار میدین. یعنی فیزیکلی او امکانات، تسهیلات و پرزه‌هایی که در راوتر استفاده شده او در سویچ آمده اینتگریت شده. متوجه شدین؟ یعنی هاردویرش تقریبا شده راوتر. پس سویچ ها حتما مدل باید پیشرفته تر باشه، سویچ های عادی نیست. صحیح؟ به همین خاطر ما به نوعی نه در لیول هارد سافتویر بلکه در هاردویر لیول هم حتی دو تا فکر کنم دیوایس با هم مرج کردیم، یک جا کردیم، در داخل یک باکس قرار دادیم که هم نقش سویچ داشته باشه، هم اگر لازم شد راوتر باشه ازش استفاده کنیم. صحیح؟ خیلی خوب. حالا همونطوری که قبلا خدمت شما عرض کردم کار با لگاسی interVLAN راوتینگ دیگه نداریم. او فقط نقش لابراتواری رو بازی میکرد بر ما، در لابراتوار ازش استفاده میکردیم. اما در دنیای واقعی ما و شما راوتر آن استیک بود که میتونست برای اینکه ما یک نتورک را در سطح کوچک تا متوسط اگر خواسته باشیم با نتورک دیگر حالا پیوند بدیم، با هم دیگه ارتباط ایجاد بکنیم بین ویلن ها یا این نتورک ها، از چی استفاده میکردیم؟ از روش راوتر آن استیک یا ROAS. صحیح؟ پس من عنوانش را اینجا بر شما بنویسم. اول interVLAN routing با استفاده از using چی؟ layer 3 switches. سویچ های لایه 3 در ای استفاده میشه و ما میتونیم از طریق این در واقع یک نوع interVLAN راوتینگ انجام بدیم. خیلی خوب. جمله اول خدمت شما عرض کردم، دوباره میخوانیم یکی یکی به خاطر که شما حداقل با اصل متنم آشناییشون به هر حال بیشتر شود. interVLAN routing using the router on a stick method is simple to implement for small to medium sized organization. همون جمله که خدمت شما عرض کردم. استفاده از راوتر آن استیک یا روش راوتر آن استیک روز برای interVLAN راوتینگ معمولا در کجا قابل تطبیق است؟ در سازمان های کوچک تا سازمان هایی که حالا در حد متوسط هستند، نه سازمان های بزرگ. However, a large enterprise requires a faster, much more scalable method to provide interVLAN routing. خب پس اگر راوتر آن استیک برای سازمان های کوچک تا متوسط استفاده میشه، برای سازمان های بزرگتر ما چیکار کنیم؟ برای این سازمان ها قطعا ما نتورک بهتری
با سرعت بالاتری، با کیفیت بهتری، با زمینه اسکیلبیلیتی که به این معنا که یعنی قابلیت توسعه و رشد در اون سازمان ها باشه، ما به این روش های از انترویلن ضرورت داریم که در اونجا ایمپلمنت شده. صحیح؟ یعنی انترویلن راوتینگ را استفاده کنیم که او سازگار باشه با چی؟ ویژگی های یک سازمان کلان، سازمان بزرگ در حد انترپرایز سازمان های بزرگ رو میگه، خب، یا ارگانیزیشن های کلان. Enterprise campus LAN use layer 3 switches to provide inter-VLAN routing. کمپس های یا سازمان هایی که بزرگ هستند یا کمپس، انترپرایز کمپس در لن های خودشان معمولاً برای اینکه انتر-VLAN راوتینگ انجام بدن از چی استفاده میکنن؟ از layer 3 switch استفاده میکنن. Layer 3 switches use hardware-based switching to achieve higher packet processing rates than routers. پس همون چیزی که عرض کردم خدمت شما، سویچ های لایه 3 معمولا سویچینگ هاردویر بیس استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی خب خود کار سویچینگ این هست که شما یک بسته را فقط از یک اینترفیس بگیرین، از اینترفیس دیگه بیرون بدین. سویچ کارش همین است. یعنی چی؟ یعنی بسته را میگیره بدون از اینکه هیچ تغییر ده بیاره، فقط هوشمندانه در اینترفیس بیرون روان میکنه که درست است، در هر اینترفیس روان نمیکنه. همین قدر هوشیاری داره. اما راوتینگ دیگه فرق میکنه، اون باز ان شاءالله در جایش میخوانیم. خب یکی معمولا شما این جمله را حالا بگذار ما دور نرو، منظور ما چی بود؟ اینکه سویچینگ وقتی ما انجام میدیم در لایه 2 یا هاردویر بیس انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی مبتنی بر پرزهای فیزیکی. اولا هاردویر است که کار انجام میده بر ما و شما. صحیح؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هایر پکیت پروسسینگ ریت را داشته باشه. جمله‌ای که گفتم حالا نسبت به راوترها، این یعنی چی؟ یعنی اینکه در راوترها معمولا خیلی از کارها، خیلی از حالا پروسس هایی که اونجا انجام میشه نظر به سویچ کنتر انجام میشه. چرا؟ چون همون چیزی که عرض کردم، سویچ از یک اینترفیس دریافت میکنه بسته را، بدون از اینکه هیچ تغییراتی درش بیاره از اینترفیس دیگه بیرون میده. اما راوتر چه کار میکنه؟ از یک اینترفیس خود دریافت کرد، تقریبا بیشترین تغییرات را در همین بسته میاره که او دیگه بسته اول نیست، پکیج اولیه نیست که بود، کاملا یک پکیج جدید را بیرون میده، منتها دیتایش رو تغییر نمیده. با چی؟ با آی پی آدرس سورس و دستینیشن. دیگه بقیه موارد هر چی در یک داخل یک فریم است، داخل یک پکیج است، دیگه تقریبا همه چیز تغییر میکنه. متوجه هستین؟ بنابراین به خاطر همین راوتر چون خیلی پروسس زیاد سری بسته انجام میده سلوتر است. صحیح شد؟ اما سویچ سرعتش بیشتر است. فهمیده شد چرا گفتم مثلا higher packet processing rate than router؟ یعنی سویچ ها چون بر مبنای هاردویر کار انجام میده، بنابراین ریت پروسسش بالاتر است از راوترها کرده. صحیح شد؟ Layer 3 switches are also commonly implemented in enterprise distribution layer wiring closet. Layer 3 switch ها یا switch های لایه 3 هم معمولاً به صورت عموم در نتورک های بزرگ در لایه معمولاً دیستریبیوشن یا در لایه‌ای که معمولاً شما سویچ های لایه اکسس را در او وصل میکنین در اونجا استفاده میشه. در معمولاً وایرینگ کلوزت. یعنی چی؟ یعنی که در شما در داخل یک اتاقی که معمولاً اونجا دیوایس های نتورک قرار داده میشه، در اونجا در معمولاً شما بیشترین کانکتیویتی و نتورک دارین، در واقع بکبون نتورک شما حساب میشه. در اونجا شما سویچ های لایه 3 را به خاطر چی استفاده میکنین؟ به خاطر اینکه بتونین جایگاه راوتر را تقریبا توسط همین لایه سویچ های لایه 3 پر بکنین. یعنی به جای راوتر از استفاده کنین در بکبون نتورکتان. Capabilities of layer 3 switch include the ability to do the following. خب چه توانایی هایی داره؟ چه قابلیت های سویچ های لایه 3 داره؟ 3 تا مورد را اینجا در این اسلاید میبینیم.
اولین قابلیت سویچ لایه 3 ای هست که route from one VLAN to another using multiple switch virtual interfaces. اولین توانایی و قابلیت چی هست که یک ویلن را، دیتا یک ویلن را به ویلن دیگه برده میتونه، یعنی راوتینگ انجام داده میتونه، راوت میتونه. از چه طریقی؟ از طریق سویچ ورچوال اینترفیسز، از طریق SVI های خود. یادتان است که ما گفتم سویچ اینترفیس هایش به هیچ عنوان قابلیت پذیر نداره که IP دو کانفیگر شد، یعنی شما در اینترفیس سویچ IP داده نمیتونین. خب از چه طریق حالا میتونه حالا چی کنه؟ IP بگیره؟ از طریق ورچوال اینترفیسی که ما کرییت میکنیم، ایجاد میکنیم، یعنی اینترفیس های مجازی که در سویچ ایجاد میکنیم از طریق اینا میتونه چی انجام بده؟ راوتینگ انجام بده. سیس کدام سویچ ها؟ سویچ های لایه 3. Convert a layer 2 switch port to a layer 3 interface. حالا گفتیم سویچ هست دیگه، خب یعنی اینترفیسش IP گرفته نمیتونه. اینجا چی میگه؟ حالا ما میتونیم همین اینترفیس سویچ کانورت بکنیم به اینترفیس، تبدیلش کنیم به یک اینترفیس راوتری. یعنی اینترفیس سویچ حالا جدیدن یاد میگیریم که تبدیل میتونیم به یک اینترفیس راوتر، یعنی IP داده میتونیم. یعنی با کانورت کردن همین اینترفیس سویچ به اینترفیس راوتر، به اینترفیس دیوایس لایه 3 میتونیم در اینترفیس سویچ از این به بعد IP هم بتیم. قبلا میگفتیم داده نمیتونیم، حالا چطور کانورت میکنیم؟ عملا نشان میتونیم. صحیح؟ خب پس اینا رو چی میگن؟ کانورت کردن اینترفیس سویچ به اینترفیس راوتر میشه راوتید پورت، یا پورت هایی که راوت شده هستن. صحیح؟ اینا راوتید پورت میگن بهش. متوجه شدین؟ راوتید پورت یعنی چی؟ پورت های سویچی که معمولا تبدیل شده بر پورت راوتر. چطور تبدیل شدن؟ تبدیل شدنش براتون میگم. صحیح؟ یعنی یک کانفیگریشن خاصی باید انجام بدیم، یک کاماند خاصی رو باید رن بکنیم تا اینترفیس ما تبدیل شه به اینترفیس راوتر، اینترفیس سویچ لایه 3. A routed port is similar to a physical interface on a Cisco IS router. حالا همین راوتید پورت دقیقاً شبیه چی است؟ پورت راوتر است. To provide inter-VLAN routing, layer 3 switches uses SVI. به خاطر از اینکه inter-VLAN routing ما در سویچ های لایه 3 فراهم بکنیم، از چی استفاده میکنیم؟ از سویچ ورچوال اینترفیس یا ورچوال اینترفیس ها. حالا دیگه اونجا یادتان باشه که راوتید پورت به این منظور استفاده نمیشه که ما به مثلا از راوتید پورت با عنوان مثلا اینتر-VLAN راوتینگ از طریق از او انجام بدیم. همچنان ما از SVI ها به خاطر اینتر-VLAN راوتینگ استفاده میکنیم، یعنی از اینترفیس های ورچوال استفاده میکنیم، نه که ما مثلا در سویچ های لایه 3 او رو تبدیل میکنیم پورتش به پورت راوتر، دوباره اینتر-VLAN از او طریق انجام. نه، بازم غلط است. صحیح؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما کل اینترفیس های رو مصرف نمیتونیم، اینترفیس های فیزیکی شه. صحیح؟ کور IP بدیم و او دوباره تبدیل کنیم به همون شبیه راوتری که حالا فکر کو برای 20 دانه ویلن 20 دانه پورت سویچ ما مصرف کنیم. نه، همچنان از طریق SVI اینتر-VLAN راوتینگ انجام میدیم. به خاطر این جمله سوم را تاکید کردم که یک زمان شما اشتباه نگیرید. SVIs are configured using the same interface VLAN ID. هم کانفیگریشنی که ما قبلا در ویلن مثلا در اینترفیس ویلن 1 انجام میدادیم دقیقاً هم مثل همون. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تلنت کنیم، SSH کنیم. یادتون است می آمدیم اینترفیس ویلن 1 میگرفتیم، بهش IP میدادیم، از راه دور سویچ اکسس میکردیم. متوجه هستین؟ دقیقاً مثل همون. اینجا هم SVI کرییت میکنیم، مثلا میگیم اینترفیس ویلن 1 دیگه نمیگیم، این بار میگیم اینترفیس ویلن 2، اینترفیس ویلن 3، 10، 20، 30 هر چیزی. خب نظر بر ریکوایرمنت خود. خب
پس ما عین کماند اینترفیس ویلن مثلا 10 یا ویلن آیدی را استفاده میکنیم. به خاطر چی؟ to create management SVI on layer 2 switch. به خاطر از اینکه ما یک SVI برای منیجمنت سویچ استفاده کنیم، کرییت بکنیم، از این کماند استفاده میکنیم. A layer 3 SVI must be created for each of the routable VLANs. پس SVI هایی که برای لایه 3 معمولا باید کرییت شود، میتونه به هر حال برای هر راوتبل ویلن یک دونه SVI کرییت شد. صحیح؟ که عملا ما انشالله انجام میتیم و شما خواهید دید. حالا بعد از ایش تقریبا شرایطی است که ما باید کار عملی انجام بدیم. فقط گپای اصلیشه به شما گفتم. اینجا توضیح داده که در ویلن مثلا 10 داریم، ویلن 20 داریم. در اینجا دقت کنیم. صحیح؟ یک دانه سویچ لایه 3 را آوردن قرار دادن. دو دانه نتورک داریم. یکی نتورکش هست 192.168.10 مثلا 0/24، یکی دیگه هست 20/24. دو تا نتورک. آی پی پی سی رو داده 10، آی پی پی سی طرفی رو داده 20/10/24 است. هر دو تایش یکیش در ویلن 20 است، یکیش در ویلن 10. از اینترفیس گیگ 1/0/6 و گیگ 1/0/18 استفاده کرده و در سویچ دو تا نتورک به هم وصل کرده. عین همین کار ما اینجا انجام میدیم. دقت کنین دوستان. به این پکیج تریسر اوپن میکنم. سویچ هایی که داریم اینجا، این بار سویچ مثلا 3560 به عنوان سویچی که بتونیم از طریق این سویچ چیکار انجام بدیم؟ انتر ویلن راوتینگ انجام بدیم. صحیح؟ از این استفاده میکنم. دو تا پی سی رو میارم یا 4 تا پی سی میارم که یک مقدار کار ما مثل یک نتورک تقریبا درست‌تر که کاملتر باشه از او پروتوتایپ شود. من در پی سی 1 اینترفیس 1 رو وصل میکنم. در پی سی 2 یا پی سی 1 اینجا ظاهرا فاست اینترنت سیرم به پی سی 2 نامش تغییر میتیم. خب نامش تغییر میتیم که دیگه 0 تقریبا معنا نداره. پی سی 4 نام بگذار میره. ایرم پی سی 3 که با اینترفیس هایش هم همخوانی داشته باشه. ایره 2 و ای هم 1. خب میبینین که ما در واقع در حالت عادی بفرمایید 4 تا کامپیوتر داریم که اینا را آی پی بتیم، حالت عادی آی پی بتیم، اینا همدیگر میتونن پینگ کنن بدون از اینکه ما کار خاصی در سویچ انجام بدیم. سعی کنین مثال میگم. من پی سی 1 رو مثلا دور آی پی میتونم برش. آی پیش هم 192.168. مثلا 10.100/24 آی پی دادم اینجا. پی سی 1 خدا پی سی دورم آی پی میتونم 192.168.10. مثلا 101. صحیح؟ آی پی دادم. حالا بدون از اینکه هیچ کار ما انجام بدم سویچ ما میتونه همدیگه را کانکت بکنه. یعنی ما اگه خواسته باشیم پینگ بکنیم از پی سی 1 پی سی 2 باید پینگ برقرار باشه. 192.168.10.101. میبینیم که سویچ کار خود انجام داد. صحیح؟ دیگه مثل سویچ 2 عمل میکنه ظاهرا. دیگه هیچ مشکلی هم نداریم. بنان پینگ برقرار است. یعنی ما پی سی 1 و 2 با هم دیگه کانکت کردیم میشه. همونطور ما میتونیم اگر از رنج همین آی پی که مثلا پی سی 1 و 2 رو دادیم پی سی 4 هم مثلا ما از همون رنج یک آی پی بتوم ایران پینگ میتونیم. چرا؟ چون هنوز ویلن کرییت نکردیم ما شما. مثلا 192.168.10.102 مثلا. صحیح؟ 100.102 آی پی هایش بود. ایران 102 آی پیش میتونم /24 ماسکش. حالا پینگ میکنیم پی سی 4 با جای 101 میگم 102 رو پینگ کنم. میبینیم که عملا پینگ کرد. صحیح؟ ما اگر بخوایم حالا ویلن کرییت بکنیم، یعنی اینا را در ویلن های خاصی بیاریم، دیگه به این معناست که ما از وسط این سویچ دو تا
سویچ ساختیم عملا به صورت لاجیکال. بگذار ما بر شما اینا را هایلایت هم بکنم. این طرف هم آبی میگیرم. مثلا یک ویلن ما و شما باشه سایز. بگذار کمی جای چی هم داشته باشه اینجا. و یکی دیگه هم با رنگ متفاوت اینجا ایجاد بکنم. مثلا رنگ سبز بگیرم. میتونم یک ویلن دیگه اینجا داشته باشم. سایز. اینا را به دو تا ویلن تقسیم کردم. میخوایم مطابق اینجا یک نوشته بکنم ویلن مثلا 10، این طرف هم باشه ویلن 20 ما و شما. بگذار اینجا بگذارم که شلوغ کمتر شد. سویچ ما عملا بگذار اینترفیس هم دیده شود تا حدود فصل 1 و 2. اینجا هم فصل 3 و 4. سایز؟ مشکل نداریم؟ دیده میشن؟ بسیار خوب. آی پی هایش هم رنجش مشخص میکنم. در این نتورک ایر میگم 192 168 دات مثلا 10 دات 0/24. آی پی را کپی میکنم این طرف. ایره 20/0 میمونم که دیده میتونیم دیگه انشاءالله. نه؟ بسیار خوب. کمی خواستی کلانتر کنم که شما واضح تر ببینید. خیلی خوب. تا اینجا ما کاری که میخوایم انجام بدیم پی سی های خودم باید آی پی بیتم. ای پی سی 3 است که آی پی ندادیم هنوز. 192 168 داد. چند آی پی بیتم اینجا؟ چند؟ 10. خب ما پی سی 3 هستم. پی سی 3 اینجاست. رنجش باید 20 از ویلن 20 باشه. ویلن 20 رو میخوایم بسازم. حالا آی پی چند باشه؟ مثلا اینجا میگم 100 سایز 100 میگم مثل این طرف باری. اینو کانفلیکت نمیکنه. چرا؟ به خاطر که این 20 است. این طرف 10 100 بود. این طرف 20 است. فرق هم نمیکنه. سایز میتونم هر نتورک وقتی جدا کردم آی پی هایش هم با هم دیگر میتونن متفاوت باشه. خب نتورک جدا شده. خب دقت کنید اینجا رو 101 بگذارم. اینجا رو هم میتونم 20 بسازم. صحیح؟ تا اینجا مشکل ندارین؟ فقط کامپیوتر رو راکی دادم. به نظر شما حالا پینگ میشه؟ حالا پینگ میشه؟ سعی کنین. رنجش فرق کرد. یعنی آی پیش وقتی در رنجش نباشه دیگه نمیشه. سعی کنین. ما مثلا اولین پینگ ما 101 بود. این پینگ میکنیم. چرا؟ چون در رنج خود ما است. اما اگر خواسته باشیم 20 دات 100 پینگ بکنیم، چرا؟ چون نتورکش فرق کرد دیگه. همین سلش 24 تعیین کرد دیگه. سلش 24 که گفتیم تعیین کرد که دیگه این نتورک ویلن نیست. فرق کرده. خب چون 3 تا اکتیدش آی پی رو که میشناسید. 3 تا اکتیدش 192 168 دات 10 دات 0 192 دات 168 دات 20 دات 0 این سلش 24 این هم سلش 24. سلش 24 گفتم از کجا شد؟ بینی 8 تا 8 تا 8 تا چون 8 تا نه 1 است. صحیح؟ اگر این رو با این مقایسه کنیم با هم به این قسمت متفاوت است. بنابراین نشان میده که این نتورکش فرق داره. پس پینگ نشد عملا. صحیح؟ این جایش که میفهمین. اینا رو به خاطر از تکرار میکنم هر روز که شما فراموش نکنین. حالا چیکار کنیم؟ میریم سر سویچ. سویچ عملا مثل سویچ های قبل آشنا بودیم و کانفیگریشن انجام دادیم مثل همونا انجام میشه و هیچ تفاوتی نداره. میم در گلوبال کانفیگریشن مود کانفیگ تی در اینترفیس رنج. خب چرا رنج؟ به خاطر که میخوایم اینترفیس فست 1 و 2 را
فصل 0/1 را تا 2 همزمان کانفیگریشن انجام بدیم. صحیح؟ اینا رو میاریم در ویلن 10 سویچ پورت مود اکسس میسازم. اینا رو سویچ پورت اکسس ویلن 10 ویلن 10 کریت شد. اگزیت. دوباره میگم اینترفیس رنج فست 0/3 تا 4. صحیح؟ میبینین دیگه فست 0/3 تا 4 را در کدام ویلن باید بریم؟ سویچ پورت اکسس سویچ پورت مود ببخشید اکسس بعد سویچ پورت اکسس ویلن 20. اوکی؟ پس ما اینا رو در ویلن 10 و 20 اساین کردیم. اگر بخوایم یک چک بکنیم شو ویلن ریف، اینجا دیده میتونین که ویلن 10 با اینترفیس های خود کریت شده، ویلن 20 هم اینترفیس هایش بهش اساین شده. تا اینجا مشکل نداریم؟ خیلی خوب. دیگه چیکار کنیم به نظر شما؟ SVI یعنی چی؟ یعنی ورچوال اینترفیس های سویچ خود هم درش IP بیتیم هم مود راوتینگ در سویچ خود انیبل کنیم. و دیگه کاری که انجام داده میتونیم که البته اون فعلا مورد نظر ما نیست، اینترفیس های خود تبدیل بکنیم به اینترفیس های فیزیکال راوتر که رو آخر کار انجام میتونیم. صحیح؟ پس کار دیگه ای که مانده چی است؟ کانفیتی در گلوبال کانفیگریشن مود میرم اینترفیس ویلن سعی کنین اینترفیس ویلن مثلا 10. صحیح؟ اینترفیس ویلن 10 کریت میکنم. کریت شد؟ بله کریت شد. یک اینترفیس شد. IF که آمد در داخل گلوبال کانفیگریشن مود یعنی که شما یک اینترفیس ورچوال کریت کردین. حالا در اینجا IP میتون. IP ادرس چون در ویلن 10 هستم سعی کنین میگم IP بعد میگم ادرس تبع میذارم تکمیل میشه یعنی که IP داده میتونم. چند بیتم IP شما بگوین؟ 192 168 دات 10 چون ویلن 10 رو میخوایم اساین بکنیم دات 1. معمولا IP های روند IP های اول معمولا به عنوان IP های دیوایس های مثل راوتر و سویچ های لایه 3 اینا استفاده میکنن. خب IP های بالا رو نمیتونن زیادتر. 255.255.255.0 اگر این از دو دانه 255 بگیرم چه مشکل ایجاد میکنه در نظر شما؟ قبول میکنه. تا سابریتینگ میشه تو حالت دیگه نه چه مشکل ایجاد میشه؟ قسمت نتورک با ویلن دایم شما دیگه نمیخونه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما میخواین ویلن 10 باشه بنابراین شما گیتوی را که در این کامپیوتر را میخواین دیفاین بکنین گیتوی کامپیوتر را باید همین IP آدرس باشه. گیتوی که با نتورک شما فرق داشته باشه دیگه قطعا اشتباهه. صحیح؟ بنابراین ما باید عین IP هایی که در کامپیوتر را اساین میکنیم از همون نتورک در گیتوی خودم بتیم. گیتوی ما شما همین اینترفیس ورچوال است که فعلا IP ش دادیم. صحیح؟ انتر میکنیم نو شت داون هم کار نداره چون آلردی گفت چنج ست تو اپ قبلا گفته. صحیح؟ IP دادیم. حالا یک اگزیت میگیم اینترفیس ویلن 20 ویلن 20 IP میدیم. صحیح؟ یک ورچوال اینترفیس ساختیم جدیداً نبود قبلا این اینترفیس حالا ساختیم. IP آدرس 192 بگوین 168.20.1 255.255.255.0. خب دیگه چی مانده؟ حالا به نظر شما این IP ها در کجا به درد ما میخورن؟ در کامپیوترهای ما شما. سعی کنین با عنوان گیتوی قبلا شما را آشنا نبودین. صحیح؟ حالا در این سعی کنین دیفالت گیتوی دیده میتونین اینجا دیفالت گیتوی همین اینترفیس IP هایی که برای چی دادیم سویچ دادیم یعنی در اینترفیس ویلن 10
آی پی که دادیم در اینجا به عنوان گیتوی باید درست اساین کنیم. یعنی چی؟ یعنی شما به زمانی که میخواین وارد از اون سویچ شوین یک گیتوی کار داریم دیگه. صحیح است؟ بگذارین نقاشی کنم بر شما تا شما کمی متوجه قصه شد. این سویچ فرض کنیم لایه 3 شماست. یک نتورکی طرف داریم، یک پی سی مثلا اینجا را نمادی از نتورک و یکی اینجا پی سی 192.168.20. مثلا 0/24 نتورکش است. این طرف هم 192.168.10.0/24 نتورکش است. این طرف ویلن 10 میگم برش، این طرف هم میگم ویلن 20. صحیح؟ حالا کامپیوتر باید برای وارد زی شود از ویلن 10 تا ویلن 20 ما بتانیم راه داشته باشیم. خب حالا اینجا ما این فیزیکال انترفیس ماست. میخوایم یک ورچوال انترفیس در داخل سویچ ایجاد کردیم. یک ورچوال انترفیس ایجاد کردیم که SVI نام داره. SVI. حالا این با این باید وصل کنیم یا نه؟ اگر بخوایم این انترفیس فیزیکی رو با این وصل کنیم یعنی در گیتوی کامپیوتر خود باید اینی آی پی رو بتیم که در ورچوال دادیم. آی پی ازی چند است؟ بگوین شما؟ 192.168.10.1 ما در اینجا دادم دیگه. SVI کریت کردم دیگه. نسایی؟ یک ورچوال انترفیس. این ورچوال انترفیس در داخل سویچ کریت شده. آی پی ازی از چند؟ 10.1 میگیرم اینجا. صحیح؟ پس 192.168.10.1 میشه اینی آی پی. این رو با فیزیکال انترفیس خود کانکت کردم. اگر ما نتورک های دیگه هم داشته باشیم فرض تو پی سی دیگه اینجا باشه، این هم یک فیزیکال انترفیس است. این هم میتونیم وصلش کنیم. هر تعداد پی سی که داشته باشیم در SVI در یک پورت وصل میکنیم. صحیح شد؟ پس ما در اینجا چیکار کردیم؟ یک SVI کریت کردیم که SVI ما آی پیش چند شد؟ دات 1. یعنی چی؟ یعنی 192.168.10.1. این طرف هم اینی کار کردیم. یک SVI کریت کردیم و اینترفیس خود چی کردیم اینجا؟ آی پی دادیم. این اینترفیس ما 192.168.20.1 است. صحیح؟ اینجا فیزیکال انترفیس بود. هر تعداد فیزیکال انترفیس داریم اینا کلا هیچ کار میکنیم؟ وصلش میکنیم. صحیح؟ هر تعدادی باشه. اینی آی پی که در SVI داده میشه به عنوان گیتوی در کدام دیوایس ها باید داده شود؟ در پی سی های ما. پس ما آی پی 192.168.10.1 که آی پی یعنی SVI است در چی اساین کردیم؟ در کامپیوترهای خود. خیلی خوب، این شد. پی سی دورم این کار رو انجام میدیم. پس میگم 192.168.10.1 یعنی چی؟ یعنی همون یک آی پی را هم به عنوان گیتوی اینجاست هم به عنوان گیتوی اینجا باید باشه. صحیح؟ این طرف هم همون کار رو میکنیم. پس اینجا هم گیتویش ست شد برای دو تا پی سی که داریم. حالا پی سی 3 گیتویش چی میشه؟ آفرین بگوین 192.168.20.1 بله. گیتوی رو متوجه شدیم دیگه چی هست؟ پی سی 4 آی پی میتون برش گیتوی ببخشه 192.168.20.1 گیتوی دیگه فرق نمیکنه. گیتوی باید مشترک باشه دیگه. صحیح؟ مثل ازی است که شما مثلا در کوچه 20 خانه 100 خانه هست، کلگیشان شماره کوچهش یکسان است. صحیح؟ سر کوچه در سرک عمومی اونجا زده مثلا کوچه ششم، هم کوچه ششم در واقع آی پی چی است؟ آی پی گیتوی کلگیشان میتونه باشه. کوچه ششم خانه 50، کوچه ششم خانه ششم، کوچه ششم خانه مثلا 17. صحیح؟ شما میتونین گفتم خانه تان شمارش فرق میکنه اما شماره کوچه فرق نمیکنه. این در واقع آی پی گیتوی میشه همون شماره ای که در سر کوچه برای هر
کوچه زده شده دیگه است. شماره هر کوچه است. حالا به نظر شما ما میتونیم پینگ داشته باشیم؟ میتونیم داشته باشیم؟ ما رو لینک کردیم. حالا کار دیگه ای که داریم چی است؟ دو تا SPI استاد با هم هستن. چطور؟ از چه طریقی؟ از رابطه دیگه استاد. یعنی باید راوتری که در داخل همین سویچ هست فعال شود. یعنی ما باید او هاردویری که در داخل همین سویچ قرار دادیم، راوتر آوردیم در داخل سویچ انتگریت کردیم. صحیح؟ در داخلش آردویش مرج کردیم، یک جای کردیم. حالا اون راوترش غیر فعال است هنوز. پینگ میکنم به خاطر که ثابت شود که ما هنوز سعی کنین من در پی سی یک بودم دیگه پیشتر نی پینگ میکردم. حالا بگذار من اینا رو خوب صحیح در جایش قرار بدم که شما با دقت بتونید ببینید. هنوزم پینگیبل نیست. چرا نیست؟ چون هنوز راوترش فعال نکردیم. راوترش تو فعال میکنیم؟ حالا میبینیم. سعی کنین. اما اگر بخوایم پی سی دو رو پینگ کنیم میشه؟ از پی سی یک پی سی دو رو پینگ کنیم. چرا؟ ما پی سی دو آی پی چند است؟ 10.101 پینگ میشه. چرا؟ چون در نتورک خودش است. حالا ما در نتورک بیرون اگه بخوایم برم نیاز به چی دارم؟ نیاز به ای دارم که راوتری که در داخل سویچ هست فعالش بسازم. این راوتری که ما اینجا قرار دادیم راوترهای MLS اینا یه قابلیت داره. اما راوترهای دیگه ما مثل راوتر 2960 که قبلا استفاده میکردیم داشت نه خیر اونا ندارن. چطور یه قابلیت دیگه اضافه کنیم؟ سعی کنیم در گلوبال کانفیگریشن مود در همین مودی که شما میبینین یک کماند تایپ میکنیم بسیار ساده IP راوتینگ. خلاص راوترش عملا فعال شد. با همین آسانی. ببینیم پینگ دوباره رن میکنم. حالا پیشتر پینگ نمیشد. حالا چی؟ حالا باید راوترش فعال شده بر ما راوتینگ انجام بده. ببینیم میشه نمیشه. پیشتر 101 پینگ میکرد شده نتورک خودش بود. حالا 20 پینگ میکنیم. 20 کدام است؟ پی سی 3 ما و شما. پینگ میشه نمیشه؟ شد یا نشد؟ یک دانش پینگش افتاد. چرا؟ چیزی داریم به نام ARP request. ARP request انشالله میخوانیم. ARP چی است؟ ARP مثل همون یادتان است میگفتم که برودکاست میکنه برای از اینکه مک آدرس رو دست بیاره. در اونجا توضیح دادم بر شما. به خاطر از اینکه از طریق IP که فعلا به عنوان دستینیشن او رو میخواد پینگ کنه از طریق همین IP مک آدرس دیوایس رو دست بیاره. اینمی یک لحظه تا ریپلای پس یک پینگش میفته. یک پینگش میفته. به خاطر چی؟ چون هنوز جواب نگرفته. و محضی که جواب آمد راوتینگ تیبل ما تکمیل شد و مک آدرس تیبل ما تکمیل شد او زمان دیگه ریپلای پشت پشت میاد دیگه. حالا مک آدرس تیبل داریم و دیگه پینگ ما نمیفته. پینگ کاملا ریپلای کامل میاد. بار اول به خاطر ARP request است. ARP به خاطر چی است؟ به خاطر ARP request. این هم از SVI. از چی؟ Using layer 3 switches for inter-VLAN routing. یاد گرفت انشالله؟ ببینین 101 پینگ میکنیم. باز هم یک دونه پینگش باید بفته و بعد شروع کنه به ریپلای. این به خاطر ARP است. خب چرا؟ چون ما قبلیش 3 پینگ کرده بودیم حالا 4 پینگ کردیم. دیگه مشکلی نداریم. نگاه کامل شد. SVI به همین آسانی تانست به ما کمک بکنن و ما دیگه نیاز به این هم نداریم که حالا یک راوتر بخریم. از همین سویچ میتونیم استفاده کنیم و دیگه مشکل عمده که ما داشتیم این بود که دیگه اینترفیس ما سرش گیربارک نیست.
صحیح؟ دیگه ما قرار نیست حالا مثلا یک راوتر اینجا وصل کنیم او هم راوتر آن استیک از طریق یک لینک و یک لینک هم باید هر سیمش جدا یک ویلن سپورت کنه. البته شوخی میکنم، خب سیم دیگه نیست اونجا کلا ورچوال است. شما سب اینترفیس که کریت میکردین یادتون است؟ سب اینترفیس کریت میکردین می آمدین با یک لینک سب اینترفیس در خود یک لینک سب اینترفیس کریت میکردین 2 به توان 32 دانه سب اینترفیس. خیلی زیاد بود، راه خوبی بود، اما بوتلنک ایجاد میشد. یعنی چی؟ یعنی اگر اینجا مثلا 20 تا ویلن حداقل 100 تا کامپیوتر 200 تا کامپیوتر همزمان میخواست به هم دیگه در ارتباط باشه، ترافیک بسیار زیادی می آمد در این راوتر و از طریق یک لینک نمیتونه سپورت کنه. صحیح است؟ بنابراین دچار مشکل میشد. خب این هم از SVI آسان است؟ آسان است دیگه، خیلی کار خاصی نداریم. یک نکته ای که من بر شما نگفتم، دقت کنین، من یک اینترفیسی از راوتر میگیرم، سعی کنین من پیش از پیش شما رو نشان بدم. شو IP interface brief. من اینترفیس ها رو به شما نشان میدم. اینترفیس فست 1 تا 4 را که نشان میده اپ است، به خاطر اینکه در کامپیوتر ها وصله. صحیح است؟ IP اساین نشده در هیچ کدام. سعی کنین IP ادرس ان کلش ان اساین است. فقط در ویلن 1 که قبلا داشتیم، این ویلن 1 هم ان اساین است. با اونها یک اینترفیس ویلن در یک اینترفیس نو ساختیم، IP دادیم، ویلن 20 IP دادیم. چرا؟ چون اینا با عنوان SVI عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی یک اینترفیس است، عملا مثل همون فست اینترنتی که داشتیم یا گیگی که داشتیم، اما اینا ورچوال است. در داخل سویچ به صورت مجازی جور میشن، کریت میشن. اوکی؟ حالا سعی کنین من اینی گیگ 01 میگیرم، دیش میخوایم IP بزنم به عنوان یک راوتر دیگه. صحیح است؟ به نظر شما میتونه بگیره IP؟ بگوین؟ کانفتی میتونیم آی پی بدیم به اینترفیس گیگ 0/1 وارد اینترفیس شده. میتونیم آی پی بدیم یا نه؟ شما بگوین. گفتیم سویچ قابلیت زیر نداره که ما آی پی بدیم در اینترفیسش، قابلیت زیر نداره. صحیح؟ اما میتونیم اینترفیسش راوتید پورت بسازیم، پورت سویچ راوتید پورت بسازیم. یعنی چی؟ یعنی دیش آی پی بدیم، تبدیلش بکنیم به پورت راوتر، راوتید پورت. این کلمه یادتان نره، راوتید پورت. کدام پورت است؟ پورت سویچی که تبدیل شده باشه به پورت راوتر. خب چطور کار انجام بدیم؟ به نظر شما ما آی پی داده میتونیم ولی هنوز راوتید نشده. ببخشید هنوز راوتید پورت نشده، هنوز سویچ پورت هستی، هنوز سویچ پورت است. من مثلا چطور میفهمم که سویچ پورت است؟ دقت کنین من بر شما نشان میدم. شو اینترفیسز گیگ 01 سویچ پورت. سعی کنین سویچ پورت است یا نه؟ سویچ پورت انیبل است، یعنی هنوز سویچ پورت هستی، راوتید پورت نیست، راوتید پورت نیست، بنابراین سویچ پورت است. حالا چطور راوتید پورت بسازیم؟ من بس دوباره امو کماند ران کنم، شما دقیقاً ببینین اینجا شو آی پی اینترفیس بریف. من گیگ 01 میخوایم آی پی بدم، اما کانفتی آی پی ادرس ببخشید اول اینترفیس گیگ 01 واردش میشم، بعد میگم آی پی ادرس 192. بذارین همین مقدارش من تابع بزنم، سعی کنین جواب نداد برام. حالا ما میگم آی پی ادرس 192 168 مثلا 100 داد مثلا 104 255.0 چی میگه؟ invalid input. چرا؟ چون هنوز سویچ پورت است، سویچ پورت که آی پی داده نمیتونیم بیادر، سویچ پورت آی پی داده نمیتونیم. چیکار کنیم؟ نامش سویچ پورت است دیگه، نه؟ میگیم نو سویچ پورت، سویچ پورت نباش، به همین سادگی.
سویچ پورت نباش، یعنی راوتد باش. با همین کماند ساده ما تبدیلش کردیم به راوتد پورت. سعی کنین حالا همین آی پی آدرس ایرار داد؟ نه خیر. سعی کنین end show IP interface brief. اما آی پی رو گرفت یا خیر؟ چیکارش کردیم؟ تبدیلش کردیم به راوتد پورت. آیا راوتد پورت را ما در اینجایی که ما مثلا اینترویل هم کریت کردیم برای از این منظور استفاده میکنیم؟ نه خیر، جاهای دیگه استفاده میشه اینا. خب جاهای دیگه استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه با یک راوتر بخوایم کانکت بکنیم راوتد پورت کریت میکنیم. صحیح؟ اگر خواسته باشیم مثلا با آی اس پی کانکت بکنیم یا بیرون کانکت کنیم بعد از اون راوتد پورت ها رو استفاده میکنیم. صحیح؟ اما برای انتر ویلن راوتینگ اس وی آی استفاده میکنیم. صحیح شد؟ اوکی؟ اگر با راوتر کانکت بکنیم خب راوتر باید آی پی داشته باشه. صحیح؟ این هم باید آی پی داشته باشه، باید همدیگر پینگ بکنن، در یک نتورک باشن. بنابراین راوتد پورت زمان نیاز است که شما یا به یک راوتر وصل کنین، راوتر رو وصل کنین به راوتر دیگه، به یک نتورک بیرونی. پس از بکبون نتورک شما یک راه باید باشه طرف بیرون. نتورک های بیرونی دا اس پی و نتورک های کلان دیگه. شما با گوگل وصل شوین از طریق همون راوتد پورت باید وصل شوین. مثلا با یاهو کانکت شوین از طریق همون راوتد پورت باید کانکت شوین. مثلا با شاخه فرض که از یک شرکت دیگه، از یک دانشگاه دیگه بخواین ارتباطات علمی داشته باشین و نتورک اونا رو اکسس بکنین و شما از طریق همون راوتد پورت باید بیرون راه داشته باشین. صحیح؟ پس راوتد پورت استفادهش این نیست که شما در انتر ویلن راوتینگ استفاده کنید. یادتان باشه. اوکی؟ یاد گرفتین؟ خیلی خوب. دیگه سوال هست؟ بسیار خوب. ما بگذارین که